در هر قرن بشر فکر می‌کرد به آخرین مرز علم رسیده است، اما هر بار چیزی از گذشته، از دل خاک و تاریخ بلند شد و گفت شما هنوز نمی‌دانید. این بار آن صدا از کتابی می‌آید که 14 قرن پیش در بیابانی خاموش خوانده شد. کتابی به نام قرآن. اما این ویدیو درباره دین نیست. درباره یک سوال است: چطور ممکن است کتابی که در قرن 7 میلادی نوشته شده درباره چیزهایی حرف بزند که علم امروز تازه دارد کشفشان می‌کند؟ در سال 1929 ادوین هابل گفت جهان در حال گسترش است. اما قرآن قرنها قبل نوشته بود و آسمان را بنا کردیم و همواره آن را می‌گسترانیم. کلمه موسعونه در عربی یعنی ما گسترش دهنده ایم. چطور ممکن است یک چوپان عرب در قرن 7 از انبساط کیهان خبر داشته باشد؟ قرآن میگوید و خورشید در مسیر خود روان است. آن زمان مردم فکر می‌کردند خورشید در آسمان ثابت است. اما امروز می‌دانیم خورشید با سرعت 220 کیلومتر در ثانیه در مدار کهکشان می‌چرخد و درباره دریاها بین دو دریا مانعی است که به هم نمی‌آمیزند. دانشمندان قرنها بعد کشف کردند که بین آبشور و شیرین لایه مرزی وجود دارد، ناپیدا برای چشم اما واقعی در فیزیک سیالات. قرآن گفت از هر موجود زنده‌ای از آب آفریدیم. در قرن 21 زیست شناسی میگوید هر سلول زنده 70% آب است. چطور؟ تصادف یا نشانه ای از آگاهی فراتر از زمان؟ اما این کتاب فقط درباره علم نیست، درباره زمان است. در سوره معارج آمده فرشتگان و روح در روزی عروج می کنند که مقدارش 50,000 سال است. در نگاه اول شعر است. اما وقتی انیشتین نسبیت زمان را کشف کرد، جهان فهمید زمان برای همه یکسان نیست. در جاهایی از فضا یک روز می تواند به اندازه 50,000 سال در زمین طول بکشد. یعنی قرآن بیش از 1000 سال قبل نسبیت زمانی را در یک جمله گفته بود. حالا سوال اصلی این است: آیا قرآن فقط کتابی مذهبی است یا چیزی شبیه یک پیام از آینده که در قالب کلمات نازل شده؟ دانشمندان ناسا در یکی از بررسی‌هایشان گفتند بسیاری از آیات قرآن با ساختارهای شناخته شده علمی هیچ تضادی ندارد و بعضی حتی جلوتر از دانش فعلی است. مثل این آیه و کوه‌ها را چون میخ‌های استوار قرار دادیم. در قرن 20 زمین شناسی اثبات کرد کوه‌ها مانند میخ ریشه‌های عمیقی در پوست زمین دارند و باعث پایداری زمین میشوند. یا این یکی شب را بر روز میپوشاند. در زبان عربی فعل یکور آمده یعنی میپیچد. دقیقاً همون واژه‌ای که برای چرخیدن کروی استفاده میشود. وقتی این آیه نازل شد همه فکر میکردند زمین صاف است. اما قرآن از زمینی سخن گفت که شب و روزش با گردش میپیچند. بعضی میگویند اینها تصادفند. اما اگر تصادف است، چرا در صدها مورد تکرار میشود با دقت علمی و ریاضی؟ قرآن میگوید ما هر چیز را به اندازه آفریدیم و علم امروز میگوید اگر یکی از ثوابت کیهان فقط به اندازه 1 میلی درصد تغییر کند، هیچ حیاتی در جهان ممکن نخواهد بود. اما راز بزرگتر شاید در این آیه پنهان باشد. به زودی نشانه‌های خود را در افق‌ها و در درون خودشان نشان می‌دهیم تا برایشان روشن شود که این حقیقت است. شاید ما همین حالا در دوران دیدن آن نشانه‌ها هستیم. از اتم تا کهکشان، از دنه تا نور ستاره‌ها، همه دارند یک جمله را تکرار می‌کنند: چیزی در کار است فراتر از تصادف. و اینجاست که سوال اصلی برمیگردد به تو. اگر کتابی در قرن 7 بتواند علم قرن 21 را پیش بینی کند، آیا فقط یک کتاب است یا پیامی برای تمام زمانها؟ قرآن میگوید این سخن انسانی نیست، بلکه وحی است که از سوی دانای مطلق نازل شده. شاید این جمله همان پاسخ باشد اگر گوش کنی. اگر تا این لحظه این ویدیو را دیدی، تو باهوشتر از 90% کسانی هستی که فقط عنوان را میخوانند. نظرت را بنویس. به نظرت قرآن معجزه علمی است یا پیامی از آینده؟ و اگر میخواهی حقیقت را از زاویه‌ای تازه ببینی، لایک کن، سابسکرایب بزن و زنگوله را فعال کن.
چون در قسمت بعدی جعبه زمان می‌رویم سراغ آیاتی که درباره پایان جهان سخن گفتند و آنچه علم امروز درباره‌شان می‌گوید.